سلام دوستای عزیز. امروز آمدیم اینجا بچه ها که هستن فوتبالیستی بازی نخواه. این میدان فوتبالیستی خب ببینیم که بازی زی چه رقمی است. خودزی اینمی لالایی که هست در پالوی مستواد اینمی که در بارش اول یک معلومات بده. تشکر از بیننده شما دوستان عزیز. سلام علیکم. خب این فوتبالیستی است که این طرف ریال است و اون طرف بارسا است. دیگه 4 گل که است فهمی یک طرف میزنه، 4 گل یک طرف فهمی. هر کس اول هم 4 گل که پورا کرد دیگه اون برنده است. دیگه اگر 3-3 مساوی شد خونه باز فاینال از وسط میندازن. دیگه اگر 8 گل زدن خونه 8 گل باید پورا کنن دیگه. 7 شدن اون ترکیب فهمی 7 فاینال میشه از وسط پس میندازن. دیگه کدوم قانونی خاص نداره دیگه فهمی. اونم فقط جلترنگ نزنن دیگه، اونم عادی بازی کنن. بچه‌ها شروع کنین. دی خب از اینجا انداختم. خب برو. کالا سرخا که سر بارسا نه؟ کالا آبیا که هست سر ریاله. معلوم نیست کدومش طرفدار رئال کدومش بارسا. خونو معلوم میشه دیگه. یعنی لالای که هست این کد سیاه که در جان چیه؟ این بارساییه. یعنی لالای دیگه هم که هست کالا کنی در جان چی که هست؟ خاکی که هست ریالیه. ترکیب بازی که هست چند امید؟ 2-5-3 هر دو طرفه؟ آره. طرفه دیگه سیل کنه. اینمی زیاد در خصوصا داخل شهرها کسی اینمی زیاد رواج شده اینمی فوتبال دستی که هست. جمن کش هست 8 دونه دسته داره نه؟ داره جوان 8 دونه دسته. 8 دونه دسته داره. در دسته وسطی که هست کالا سرخا 5 تا بازی کنه، آبی هم 5 تا. چهار گل چه 5 روپیه نه؟ 8 گل چه 2 روپیه. آره؟ نه باز 10 چرا؟ این ویدیو رو مشکل فهمیدی؟ ما کم بازی داره. نه این افتخار رئال هم میگیره دیگه دست نه. اونو آبیا که هست دو آخر کس اونو گل که میزنه قنقه دو حساب منه. این منظر بین سرخ هست. این سرخ آبی ای پورا کلاس کنه. ای برنده. پس ریال برنده شد. صبر کنیم ما چیکار. بیشتر بذاره بیشتر.